به نام خدا، سلام همگی. من خیلی مشتاقم که اطلاعات بیشتری رو راجع به پروژه بیملاین فور سکولز یا همون خط پرتو برای مدارس در اختیار شما قرار بدم. همونطور که میدونید از همه مدارس دنیا دعوت شده که در این رقابت که مناسبت 60مین سالگرد تأسیس مرکز تحقیقات سرن اجرا خواهد شد شرکت کنند. ما در اینجا راجع به دو مبحث صحبت خواهیم کرد. بحث اول راجع به پارتیکل یا همون ذره یا مفهوم ذره در فیزیک ذرات بنیادی که مورد بحث ما هم خواهد بود صحبت میکنیم و در بخش دوم راجع به بیم یا همون خط پرتو که در اختیار ما قرار داده خواهد شد برای آزمایشمون صحبت خواهیم کرد. در واقع این فقط یک اطلاعات پایه‌ای خواهد بود که به شما کمک میکنه در آماده سازی و پیاده سازی پروپوزالتون. من محمود توسلی هستم، محقق آزمایش اطلس در مرکز تحقیقات سرن. بحثمون رو با صحبت راجع به ذرات شروع خواهیم کرد، چرا که سرن آزمایشگاه ذرات بنیادی هستش. سرن در شهر ژنو در کشور سوئیس واقع شده. 12,000 دانشمند از 99 ملیت متفاوت در این مرکز مشغول به فعالیت هستند. همه با همه در سرن یک هدف مشترک رو دنبال میکنن و اون پاسخ به این سوال هستش که ماده از چی تشکیل شده. با یه مثال ساده بحث رو باز میکنیم. هممون از دوران بچگیمون با این بلوک های لیگو آشنایی داریم. این بلوک های پلاستیکی یا کائوچویی با رنگ های متفاوت که از و هم چسبوندنشون میتونستیم شکل های مختلف مثل هلیکوپتر، کشتی یا قطار و چیزهای مختلف بسازیم. این اسباب بازی برای اولین بار توسط شرکت خصوصی در دانمارک در واقع ابداع شده و ارائه شده. حالا تو این شکل شما یک موزه‌ای رو میبینید در شهر دانمارک به نام لگولند که هر اون چیزی که در این موزه هستش از این بلوک های لگو ساخته شده و در واقع الان این ورژنی که در این شکل میبینید لنگرگاه معروف شهر کوپنهاگ پایتخت کشور دانمارک هستش که توسط این بلوک ها ساخته شده. حالا اگر اینجا بیان از ما سوال بپرسن که کوچکترین جزء سازنده این موزه چی هستش، خب سوال خیلی ساده ای هستش و ما در واقع در جواب این سوال به راحتی میتونیم بگیم که هر بلوک لگو کوچکترین جزء سازنده این موزه هستش. اگه سوالی رو که در اینجا مطرح شد رو بست بدیم به همه انواع ماده، میدونیم که ماده از اتم ها ساخته شده و هر اتم در واقع داخلش الکترون هایی هستند که در مدارات مختلف به دور هسته در حال چرخش هستند. در داخل هسته پروتون ها و نوترون ها قرار دارند و پروتون ها و نوترون ها خودشون از ذرات کوچکتری به نام کوارک ها تشکیل شدن. پس بنابراین اگه اینجا سوال بشه که در واقع کوچکترین در واقع جزء سازنده ماده یا ذرات بنیادی که در اینجا داریم که به اجزای کوچکتری در این شکل قابل تقسیم نیستند چیا هستند، ما میگیم که الکترون ها و کوارک ها هستند در اینجا، ذرات بنیادی که خودشون به اجزای کوچکتری قابل تقسیم نیستند و در واقع ما میتونیم هر چیزی رو از ترکیب این دو ذره بسازیم. برای مثال میخوایم ببینیم که چطور میتونیم پروتون ها و نوترون ها رو از کوارک ها بسازیم. دو نوع کوارک داریم ما، یک کوارک بالا با بار مثبت 2/3 و دو کوارک پایین یا داون کوارک با بار منفی 1/3. همونطور که میدونید پروتون ذره هستش در داخل هسته با بار بنیادی مثبت 1. پس بنابراین اگه من دو تا کوارک بالا رو بگیرم و در همراه کنمش با یک کوارک پایین، دو تا بار مثبت 2/3 منهای 1/3 مساوی خواهد شد با مثبت 1. یعنی برآیند این سه کوارک در نهایت خواهد شد یک ذره با بار مثبت 1 که همون پروتون خواهد بود. با انجام همین عمل در واقع برای نوترون که ذره هستش با بار خنثی یا 0
ما میتونیم با ترکیب یک کوارک بالا و 2 کوارک پایین بار بنیادی 0 رو برای نوترون داشته باشیم. پس بنابراین دیدیم که چطور پروتون ها و نوترون ها از کوارک ها ساخته میشن. اگه حالا یک پله پا رو فراتر بذاریم، میتونیم تمام عناصر شیمیایی جدول تناوبی رو با ترکیب تعداد متفاوتی از پروتون ها و نوترون ها که خودشون از کوارک ها ساخته شدن در کنار تعدادی از الکترون ها، تمام اتم ها یا عناصر شیمیایی جدول تناوبی رو میتونیم بسازیم. حالا شما میدونید که تعداد پروتون های هر اتم در جدول تناوبی مختص اون اتم هست و بهش میگیم عدد اتمی. حالا اگه تعداد نوترون ها رو بالا پایین کنیم میتونیم ایزوتوپ های اون اتم رو بسازیم. اگر تعداد الکترون هاش رو متفاوت از تعداد پروتون ها کنیم میتونیم یون های اون اتم رو بسازیم و کلا میخوام بگم که میتونیم تمامی عناصر شیمیایی موجود در عالم رو با استفاده از کوارک ها و الکترون ها بسازیم. پس الان میدونیم که همه مواد در عالم از ذرات ساخته شدن، ولی باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر این ذراتی که شناختیم، ذرات دیگری هم علاوه بر کوارک ها و الکترون ها وجود دارند و شناخته شدند که ما اونها رو به 2 خانواده بزرگ تقسیم بندی می‌کنیم. خانواده لپتون ها در سمت چپ تصویر شما می‌بینید و خانواده کوارک ها در ستون سمت راست که راجبش بحث می‌کنیم. خانواده لپتون ها در واقع الکترون ها رو داریم که راجبش بحث کردیم. میون ها رو داریم که مشابه الکترون هستش ولی حدود 200 مرتبه سنگین تر از الکترون، و نهایتا ذره تا که مشابه موارد قبلی هستش ولی حدود 4000 مرتبه سنگین تر از یک الکترون هستش. حالا هر کدوم از این ذرات در خانواده لپتون دارای یک نوترینو هم هستند. نوترینو در واقع ذره‌ای هستش که حامل بار الکتریکی نیستش، یا به عبارت دیگر میتونیم بگیم که نیروی الکترومغناطیس بر روی نوترینو بی تأثیر هست. شما میدونین که در میدان الکتریکی بر الکترون و پروتون نیرو وارد میشه، نیروی الکتریکی وارد میشه، و یا در میدان مغناطیسی بر روی ذره باردار، حالا الکترون یا پروتونی که در حالت غیر سکون هستش یا در حالت حرکت هستش و این حرکت غیر موازی با خطوط میدان هستش، نیروی مغناطیسی وارد میشه. ولی هیچ کدوم از این نیروها بر روی نوترینو تاثیر ندارند و نوترینوها تنها تحت تاثیر نیروی هسته‌ای ضعیف قرار میگیرند که در رنج‌های بسیار کوتاه‌تری نسبت به نیروی الکترومغناطیس یا نیروی جاذبه عمل میکنه. به همین جهت هم هستش که در واقع نوترینو میتونه بدون برهم کنش و بدون اثر متقابل با ماده از اون رد بشه. پس این راجع به لپتون ها. سمت راست تصویر ما کوارک ها رو میبینیم. راجع به کوارک بالا و پایین یا آپ کوارک و داون کوارک بحث کردیم. در سطر دوم چارم کوارک یا سی کوارک یا به اصطلاح کوارک افسون رو میبینیم و استرنج کوارک یا اس کوارک و یا اصطلاحاً کوارک شگفت که این کوارک ها سنگین تر هستند و همچنین کوارک تاپ و باتوم یا کوارک سر و ته. پس در واقع کوارک ها یک خانواده ششگانه رو تشکیل میدن. همه ذراتی که بهشون اشاره کردیم بعد از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ در طبیعت موجود بودن، ولی امروز ما فقط میتونیم اونها رو در شتاب دهنده های ذرات پیدا کنیم، یا مثلا میون ها در حال حاضر گاهی اوقات در طبیعت میشه در پتوهای کیهانی دیدشون. ولی در حقیقت بدونیم که برای ساخت ماده معمولی که با اون سر و کار داریم تنها الکترون، نوترینو و کوارک
بالا و پایین نیاز هستش. سایر ذرات رو در حال حاضر میتونیم در شتاب دهنده تولید کنیم ولی به طور معمول در طبیعت یافت نمیشن. حالا ما ذرات رو شناختیم و باید بدونیم که همه ذرات با نیروهایی بر روی هم اثر متقابل دارن، اثر متقابل میزنن. همونطور که دو نفر به هم میرسن، برای اینکه مثلا دو نفر که آشنا هستن به هم میرسن، برای سلام احوالپرسی با هم دست میدهند، ذراتی که شناختیم هم از نزدیک و یا از دور با همدیگر برهم کنش دارن، بر روی همدیگر اثر متقابل دارن. باید بدونیم که به چه طریق این اتفاق میفته. برای این اثر آثار متقابل ذرات بر روی همدیگر 5 نیروی بنیادی در طبیعت وجود داره. ذرات در واقع با تبادل بوزون ها بر روی هم اثر متقابل میذارن. بوزون ها در واقع میتونیم بگیم ذراتی هستن که مربوط به این نیروهای بنیادی، مربوط به این 5 نیروی بنیادی هستند که بین ذراتی که قبلا شناختیم منتقل میشن و سبب میشن که ذرات بر روی هم اثر متقابل بذارن. برای مثال از چپ به راست شما میبینید گلون ها رو داریم که ذرات مربوط به نیروی هسته‌ای قوی هستند. گلون از کلمه گلو یا چسب از زبان انگلیسی گرفته شده. کوارک ها در داخل پروتون ها و نوترون ها با تبادل گلون به هم میچسبند و در واقع عامل اصلی تشکیل هسته اتم گلون ها هستند. پس میتونیم بگیم نیروی هسته‌ای قوی بسیار قوی تر از نیروی الکترومغناطیس هستش که الان راجبش بحث میکنیم مرحله بعدی. یه چیزی در حدود 137 مرتبه قوی تر از نیروی الکترومغناطیس هست و به همین جهت هم هستش که اتم با وجود نیروی دافعه بین بار مثبت پروتون ها پایدار میمونه. نیروی الکترومغناطیس که بهش اشاره کردیم با فوتون ها در واقع بر روی ذرات اثر میذاره. فوتون ها ذرات مبادله کننده نیروی الکترومغناطیس هستند، عامل اصلی بینایی ما هستند و هر اون چیزی که به عنوان نور مرئی، فرابنفش یا فروسرخ تا حالا شنیدیم همه مربوط به این ذرات هستند، همه مربوط به فوتون ها هستند که در واقع دوگانگی موج و ذره نور رو در بحث دوگانگی موجی و ذره نور، فوتون ها در واقع خاصیت ذره‌ای نور رو به عنوان بسته های حامل انرژی که متناسب با فرکانس اونا باشه توجیه میکنن. در مرحله بعدی بوزون های W و Z رو داریم که مربوط به نیروی هسته‌ای ضعیف میشن که مسئول در واقع پدیده واپاشی هسته‌ای یا رادیواکتیته هستند و گراویتون ها که هنوز نتونستیم به طور عملی پیداشون کنیم ولی به عنوان یک ذره بنیادی فرضی اون رو عامل انتقال نیروی گرانش میدونیم. و نهایتاً بوزون هیگز که اخیراً در سرن وجود اون ثابت شد و مربوط میشه به میدان خاصی به نام میدان هیگز که همه ذرات دیگه که الان شناختیم با حضور این ذره جرم خودشون رو به دست میارن. پس ذرات رو شناختیم. اینجا اضافه میکنیم که 12 ذره بنیادی که ما شناختیم هر کدوم یک پاد ذره هم دارند. یعنی ذرات در جهان به دو شکل ذره و پاد ذره، پارتیکل و آنتی پارتیکل وجود دارند. پاد ذره یک ذره جرم برابر با اون ذره ولی با بار مخالف اون داره. مثلا الکترون و پوزیترون رو مثال میزنیم. الکترون رو ما میشناسیم، ذره با جرم مشخص و با بار الکتریکی -1. پوزیترون که در واقع پاد ذره الکترون هستش جرمش برابر با الکترون ولی با بار مثبت 1 هستش که تو بعضی از واپاشی های رادیواکتیو تولید میشه. حالا اینجا اضافه میکنیم که تقارن و تناسب موجود در جهان باعث میشه که همونطور که ما ذره و پاد ذره داشته باشیم ما به همون نسبت ماده و پاد ماده هم داشته باشیم. یعنی همونطور که ذرات در کنار هم جمع میشن و ماده رو تشکیل میدن، پاد ذرات هم در کنار هم جمع میشن و پاد ماده رو تشکیل میدن. برای مثال
شما میدونید که اتم هیدروژن از یک الکترون و یک پروتون در هسته اتم تشکیل شده. حالا اگر یک پوزیترون یا پادذره الکترون رو در کنار یک پاد پروتون قرار بدیم، یک در واقع پاد اتم هیدروژن تشکیل دادیم که میشه همون پاد ماده هیدروژن. حالا میخوایم اشاره کنیم که ذرات زیادی از در کنار هم قرار گرفتن کوارک ها تشکیل شدن. ما به 6 کوارک در خانواده کوارک ها اشاره کردیم، علاوه بر پروتون ها و نوترون ها که از کوارک ها ساخته شدن و راجبش بحث کردیم در اسلاید های قبلی. ذرات دیگری هم هستن که از کوارک ها ساخته شدن. برای مثال ذره پیون رو در نظر بگیرین. ذره پیون از یک کوارک بالا با بار مثبت 2/3 و یک پاد کوارک پایین. ببینید کوارک پایین رو اشاره کردیم، بارش هستش -1/3. حالا پاد کوارک پایین بارش مخالف با کوارک پایین خواهد بود، خواهد شد -1/3. پس از در کنار هم قرار گرفتن این دو ذره و پاد ذره ما یک پیون رو خواهیم داشت با بار -1. و همینطور میتونیم یک پیون منفی رو هم داشته باشیم با در کنار هم قرار گرفتن یک پاد کوارک بالا با بار مخالف کوارک بالا که میشه -2/3 و یک کوارک پایین که بارش هست -1/3. و از مجموع این دو ذره و پاد ذره یک پیون منفی داریم و به همین ترتیب میتونیم یک در واقع کاون رو داشته باشیم از ترکیب یک کوارک بالا و یک پاد کوارک شگفت که بارش در واقع -1/3 هستش. یک کیون مثبت، یک کاون مثبت و یک کاون منفی هم از در کنار هم قرار گرفتن یک پاد کوارک بالا و یک کوارک شگفت تشکیل میشه. حالا جهت یادآوری من اشاره میکنم که اگه خاطرتون باشه پروتون و نوترون از 3 کوارک تشکیل شده بود که در واقع هیچ کدوم از این 3 کوارک هم پاد ذره نبودن، هر 3 ذره بودن. ولی در اینجا شما میبینید که پیون و کاون چطور از در کنار هم قرار گرفتن یک ذره و یک پاد ذره تشکیل میشن. پس با ذرات آشنا شدیم و با اینکه چطور ذرات جدیدتری میتونیم از ترکیب ذرات اولیه داشته باشیم. حالا میخواییم راجع به عکس این پروسه و این فرآیندی که الان راجع بهش صحبت کردیم هم یک مقدار صحبت کنیم و اون هستش واپاشی ذرات. در حقیقت ببینید تمامی ذراتی که اشاره کردیم بهشون قابلیت واپاشی دارن. واپاشی ذره یعنی اینکه طی یک فرآیندی به اصطلاح غیر القایی یا خود به خودی یک ذره بنیادی میتونه به ذرات بنیادی دیگری تبدیل بشه. پس بنابراین یک ذره سنگینتر و ناپایدار به اجزای سبکتر و پایدار میشکنه. اینو حالا میتونیم همونطور که در تصویر مشاهده میکنین با خرد کردن یک پول بزرگتر به پولهای کوچکتر شبیه سازی کنیم. شما مثلا یک سکه 2 یورویی رو در نظر بگیرید. این رو یک سکه 2 یورویی میتونه به 2 سکه 1 یورویی در واقع با هم متناسب هستن. از نظر ارزش در هر دو حالت هم ما 2 یورو داریم، ولی در یکی تعداد بیشتری از سکه و در واقع هر کدوم کوچکتر. همین حالت رو برای ذرات شما میتونید در نظر بگیرید. مثلا کوارک پایین رو در نظر بگیرید که در صورت واپاشی میتونه یک بوزون W یا اگه خاطرتون باشه بوزون W ذره حامل نیروی هسته‌ای ضعیف و یک کوارک بالا در واقع تشکیل میشه. پس بنابراین از واپاشی یک ذره کوارک پایین یک ذره بوزون W و یک ذره کوارک بالا ساطع میشه.
و از نظر ارزش هم که راجع به سکه بحث کردیم، گفتیم در هر دو طرف ما 2 یورو داریم. اینجا هم شما میتونید بار ذرات رو در نظر بگیرید که در مجموع یکسان خواهد بود. یک ذره کوارک پایین بار منفی 1/3 داره و در طرف دوم ذره بوزون و کوارک بالا هم مجموع بار الکتریکیشون برابر خواهد شد با منفی 1/3. و همچنین یک بوزون W میتونه به یک پاد کوارک بالا و یک اس کوارک یا کوارک شگفت تبدیل بشه و باز هم در این حالت هم بار الکتریکی در هر دو سمت حفظ خواهد شد. خب ما اینجا بحثمون رو در مورد بخش اول یا مفهوم ذره در فیزیک ذرات بنیادی به آخر میرسونیم و بخش دوم شروع میکنیم که در واقع در این بخش راجع به خط پرتو بحث میکنیم، راجع به مفهوم پرتوهایی که در سرن با اونها سر و کار خواهیم داشت. خب با یه پرتو خیلی آشنا برای من و شما شروع میکنیم، یک نوع خاصی از پرتو که همه ما احتمالاً اون رو دیده و باهاش سر و کار داشتیم، پرتو لیزر هستش. پرتو لیزر از فوتون ها شکل گرفته، یعنی ذرات تشکیل دهنده این پرتو فوتون ها هستند. فوتون ها همونطور که بهشون اشاره کردیم ذرات حامل نیروی الکترومغناطیس هستند. تفاوت بین پرتو لیزر آبی و قرمز و سبز هم در حقیقت از تفاوت انرژی این فوتون ها ناشی میشه. هر کدوم از این فوتون ها انرژی متفاوت از همدیگه خواهند داشت، فوتون آبی، قرمز و یا سبز. ولی ما در سرن علاوه بر پرتو فوتونی میتونیم پرتویی از ذرات باردار مثل پروتون ها، الکترون ها، پیون ها، کان ها، میون ها و همه اون ذراتی که بهشون اشاره کردیم رو تولید کنیم. حالا اینجا میخوایم پروسه تشکیل این پرتوها رو تشریح کنیم که چطور ما این کار رو میکنیم. ما اینجا پروسه تشکیل یک پرتو پروتونی رو بررسی میکنیم. با اتم های هیدروژن شروع میکنیم. ساده ترین اتمی که میشناسیم اتم هیدروژن هستش که حاوی یک پروتون در هسته خودش و یک الکترون هستش که به دور این هسته در حال چرخشه. حالا شما دو تا الکترود رو فرض کنید در تصویر، همونطور که می‌بینید الکترود منفی سمت راست و الکترود مثبت سمت چپ که اختلاف پتانسیل بزرگی بین اونها اعمال شده باشه. دو قطب مثبت و منفی داریم و اتم هیدروژن میخواد از بین این دو الکترود که الان به خاطر اعمال اختلاف پتانسیل بزرگ یک میدان الکتریکی قوی بینشون ایجاد شده میخواد حرکت کنه، عبور کنه. اتفاقی که برای اتم هیدروژن که در تصویر میبینید میفته اینه که الکترون اتم جذب الکترود مثبت خواهد شد و پروتون اتم به سمت الکترود با قطب منفی شروع به حرکت خواهد کرد. ولی ما ترفندی که اینجا بر روی پروتون اجرا میکنیم اینه که دقیقاً قبل از رسیدن پروتون به الکترود منفی پولاریته ولتاژ اعمال شده رو تغییر میدیم. پس اتفاقی که میفته اینه که پروتون در مرحله اول حرکت کرده به سمت الکترود منفی و تکانه داشته، یعنی سرعت داشته و حالا با تغییر پولاریته دفع خواهد شد از اون الکترود و مجددا به سمت الکترود بعدی شتاب خواهد گرفت. حالا برای داشتن پرتویی از این پروتون ها با یک کپسول گاز هیدروژن فشرده در واقع کار شروع میشه. همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنید یک کپسول حاوی یک کپسول در واقع گاز هیدروژن متراکم داریم که این گاز از مسیری عبور خواهد کرد که میتونیم توی این مسیر اختلاف پتانسیل اعمال کنیم و در نتیجه الکترون ها رو جذب کنیم و در واقع دور بریزیم چون اصلا به کارمون نمیان و پروتون ها رو ما میخوایم و در ادامه مسیر این پروتون های استخراج شده رو داشته باشیم که در واقع همون اتم های
هیدروژن یونیزه شده ما هستند. حالا این پروتون ها به داخل لیناک یا لینیر اکسلراتور یا همون شتاب دهنده کوچک خطی هدایت میشن که در اسلاید بعدی مشاهده میکنید. بنابراین ما با جدا کردن الکترون اتم هیدروژن با استفاده از یک میدان الکتریکی به پروتون های خالص رسیدیم و بعدش این پروتون های نتیجه شده رو با استفاده از یک میدان الکتریکی دیگه در داخل شتاب دهنده خطی شتاب میدیم یا لیناک، در داخل لیناک شتاب میدیم که طول این شتاب دهنده در حدود 30 متر هستش و شما در شکل میتونید سایز محفظه های این شتاب دهنده رو با قد انسان مقایسه کنید و این در واقع مرحله آغازین از یک پروسه چندین مرحله پیچیده شتاب دادن به ذرات هستش که ما در سرن داریم. در این تصویر شما مجموعه شتاب دهنده های موجود در سرن رو مشاهده میکنید. پس مرحله اولی که توضیح دادیم این بخش لیناک یا شتاب دهنده خطی هستش که در انتهای اون پروتون های شتابدار رو خواهیم داشت. بعد از این مرحله پروتون های شتابدار وارد PS یا پروتون سینکروترون میشن، ولی خوبه که بدونیم این شتاب دهنده دیگه خطی نیستش و همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنید دایره ای شکل هستش و حدود 628 متر محیط در واقع مدار دایره ای این شتاب دهنده هستش. بعد از PS پروتون ها وقتی از PS خارج میشن و دفع میشن به سمت منطقه شرقی یا این منطقه‌ای که در واقع در این دایره قرمز شما مشاهده میکنین و محل آزمایش هم هستش حرکت میکنن که دانش آموزا در واقع اینجا ایده هاشون رو آزمایش خواهند کرد. همینطور اگر آشنا باشین قبلا راجع به ساختار شتاب دهنده ها در سرن، در بالای تصویر شما معروف ترین شتاب دهنده سرن رو یا LHC رو مشاهده میکنید یا برخورد دهنده هادرونی بزرگ که محیط مدار این شتاب دهنده 27 کیلومتر هستش و آزمایش مربوط به بوزون هیگز هم که راجبش صحبت کردیم در این شتاب دهنده انجام شده. همونطور که میبینید 4 تا آشکارساز بزرگ در 4 منطقه اون تعبیه شدن: CMS، آلیس، LHCb و اطلس، ولی ما با LHC و آشکارسازهای اون سر و کار نخواهیم داشت در این پروژه. دانش آموزا در واقع فقط در این منطقه شرقی همین جایی که با دایره قرمز بهش اشاره کردیم با پرتوهای شتاب داده شده و خروجی از PS سر و کار خواهند داشت. حالا یه سوالی که مطرح میشه اینجا و حالا بچه هم بارها تو جلساتی که با هم داشتیم از من پرسیدن اینه که ما اصلا چرا به شتاب دهنده نیاز داریم؟ یعنی برای چی ما میاییم یک پرتویی از ذرات رو به انرژی های بالا و به سرعت های بالا میرسونیم؟ یک پاسخ خیلی ساده اینه که ما از شتاب دهنده برای دیدن یا پی بردن به وجود ذرات بسیار کوچک استفاده میکنیم. ما با این روش میتونیم چیزایی رو ببینیم یا ازشون اطلاعی بگیریم که کوچکتر از طول موج مورد استفادهمون باشن. برای مثال شما مشاهده میکنین اگر از صوت برای این مقصود استفاده کنیم، از امواج صوتی استفاده کنیم، مثلا همون استفاده‌ای که در سونار یا دستگاه رادیو زیردریایی میشه، میتونیم اشیایی رو که ابعاد بسیار بزرگتری دارند حداقل نسبت به طول موج صوت که حدود 1 متر هستش مثل یک کوه رو تشخیص بدیم. مثلا با ارسال موج و دریافت انعکاس موج از شیء مورد نظر ما به حضور کوه پی میبریم در اون محل یا منطقه، چون کوه بسیار بزرگتر از طول موج صوته که در واقع با این روش ما دیگه نمیتونیم چیزای کوچکتر از طول موج صوت رو مثلا یک موش رو تشخیص بدیم. حضور یک موش رو با امواج صوتی نمیشه تشخیص داد چون بسیار از نظر ابعاد
کوچکتر از طول موج صوت هستش. حالا بس باید چیکار کنیم؟ برای بررسی اشیا و چیزهای کوچکتر، مثلا مثل یک پروانه، باید از امواجی با طول موجهای کوچکتر و قابل مقایسه با ابعاد یک پروانه استفاده کنیم که در این مورد میتونه مثلا نور باشه. طول موج نور بسیار کوتاه‌تر و کوچکتر از صوت هستش. برای مثال اگر محدوده نور مرئی رو در نظر بگیریم، حالا با UV و IR و اینا کاری نداریم، حدود نیم میکرومتر برای نور با رنگ سبز، طول موج نور سبز حدود نیم میکرومتر هستش، یا حدود 4 میکرومتر برای نور آبی و یا 7 میکرومتر برای نور قرمز حدوداً. حالا ما اینجا به طور متوسط نیم میکرومتر رو در نظر گرفتیم برای طول موج نور مرئی. پس طول موج نور مرئی بسیار کوچکتر از صوت هستش که 1 متره و هر اون چیزی رو که بزرگتر از این طول موج باشه رو ما میتونیم کشف و آشکار کنیم، ولی باز هم در نوبه خودش دیگه نمیتونیم حرفی راجع به یک اتم بزنیم، به دلیل اینکه ابعاد اتم بسیار کوچکتر از این محدوده طول موجی هستش. با نور مرئی، با ابعادی که طول موج نور مرئی داره، نمیتونیم حضور یک اتم رو در یک منطقه‌ای کشف و ضبط کنیم. ما در سرن با پرتوهای سر و کار داریم که طول موجهای بسیار بسیار کوچکی دارن که میتونیم از اونها برای بررسی ابعاد بسیار بسیار کوچکتر مثل ابعاد داخل یک پروتون استفاده کنیم و پی ببریم به این که داخل پروتون مثلا کوارک ها قرار گرفتن. وقتی راجع به طول موجهای بسیار کوچک بحث میکنیم و میگیم که میخوایم در واقع از اونها استفاده کنیم برای آشکارسازی ذرات بسیار کوچک، در واقع با محدوده های انرژی بسیار بسیار بالا سر و کار داریم. شما میدونید که طول موج با فرکانس رابطه عکس داره و فرکانس با انرژی رابطه مستقیم داره، بنابراین طول موج با انرژی رابطه عکس داره. پس بنابراین هرچه طول موجهای کوچکتری نیاز داشته باشیم، باید انرژی های بیشتر و بیشتری برای این مقصود فراهم کنیم. ببینیم چطور به این هدف میرسیم. ما با یک پرتو اولیه شروع میکنیم و نهایتا به یک پرتو ثانویه خواهیم رسید. پرتو اولیه همون پرتو پروتونی هستش که در ابتدا شرح دادیم، نحوه تولیدش و نحوه سرعتگیریش و غیره و غیره. حالا یک پرتو پروتونی داریم که با یک جسم هدف برخورد خواهد کرد. جسم هدف میتونه هر ماده‌ای باشه. بعد از این برخورد، یعنی برخورد پروتون های پرتو اولیه با ماده جسم هدف و اثر متقابل پروتون ها و جسم هدف، ما پرتوهای ثانویه‌ای خواهیم داشت که میتونن حالا حاوی پروتون، پیون، کاون، الکترون و هر قسم دیگری از ذرات باشه. از این نقطه به بعد ما میتونیم از مگنت های استفاده کنیم تا ذرات مورد نظرمون رو از پرتو ثانویه جدا کنیم و از اونها در مراحل بعدی استفاده کنیم. شما میتونید عملکرد این مگنت های دو قطبی رو که در اختیار شما خواهد بود رو بر روی پرتو ثانویه مشابه عملکرد یک منشور بر روی نور سفید یا نوری که از خورشید میاد در نظر بگیرید. منشور نور سفید ورودی رو به نورهایی با طول موجهای متفاوت تفکیک میکنه و این به دلیل سرعتهای متفاوتی هستش که هر طول موج در محیط داخل منشور داره یا ضریب شکست متفاوتی که منشور برای هر طول موج از خودش نشون میده. شما رنگین کمانی از پرتوها رو میبینید بعد از عبور نور خورشید از داخل منشور و در واقع تفکیک میشه، نور به اجزاء مختلف تفکیک میشه. در این بحث هم ما بعد از تداخل پرتو پروتونی با جسم هدف ذراتی با انرژی های متفاوت خواهیم داشت
و بسته به انرژی که هر ذره داره، هر ذره با زاویه متفاوتی میتونه از مگنت دو قطبی خارج بشه. پس با قرار دادن یک کلیماتور یا موازی ساز که چیزی نیست جز یک صفحه با یک شکاف در داخل اون، ما میتونیم ذره با انرژی مورد نظرمون رو از سایر ذرات جدا کنیم و اونو برای مقاصد بعدیمون در نظر بگیریم. حالا ببینیم چه ابزارهایی در اختیار خواهیم داشت. چیزی که در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت یک خط پرتو در محل آزمایش هستش. در ابتدا یک پرتو اولیه پروتونی که از سمت چپ تصویر شما مشاهده میکنین که با جسم هدف اولیه اصابت خواهد کرد و بعد از اون پرتو ثانویه با انواع و اقسام ذرات که با استفاده از مگنت میتونیم بخش خاصی از اون رو جدا کنیم و ذره مورد نظری که میخواییم رو در ادامه ازش استفاده کنیم. حالا در ادامه میتونیم جسم هدف ثانویه‌ای هم داشته باشیم که پرتو ثانویه با اون اصابت کنه و همون کاری که با مگنت اولیه داشتیم رو مجددا با یک مگنت ثانویه و صفحه با شکاف دوم انجام بدیم تا یک پرتو ثالثی رو داشته باشیم. ولی این مرحله در واقع اختیاری خواهد بود و میتونیم جسم هدف ثانویه و سایر تشکیلات ثانویه رو هم نداشته باشیم، ولی باید در نظر داشته باشیم که در هر مرحله از اصابت خط پرتو با یک جسم هدف ذرات پرتو با ماده جسم برهم کنش دارند و در این پروسه ما بسیاری از ذرات اولیه رو از دست خواهیم داد. پس اگه بر فرض مثال با تعداد 5 ضرب در 10 به توان 11 ذره در هر پالس پرتو اولیه شروع کنیم، پرتو ثانویه تنها 10 به توان 6 ذره و پرتو ثالث 10 به توان 3 یا تنها 1000 ذره خواهند داشت که کاهش شدیدی رو نشون میده. پس بنابراین ذرات زیادی رو از دست خواهیم داد و همچنین در هر مرحله انرژی اونها کاهش پیدا میکنه و هرچی در مسیر پیش میریم در واقع ذرات کمتر با انرژی های کمتری خواهیم داشت. حالا این ستاپ به دو بخش تقسیم میشه. سمت چپ که شما مشاهده میکنید اصطلاحاً با اون خط پرتو T9 هم میگن. این بخش ثابت خواهد بود و قابل تغییر نیست و در واقع دانش آموزا گزینه ای برای تغییر این بخش نخواهند داشت. پس شما یک پرتو ثانویه خواهید داشت که در واقع این مطلب در فایل هایی که از طرف سرن هم در اختیار شما قرار گرفته بود بهش اشاره شده بود، ولی من تو بحث های اخیر دیدم که اکثر بچه ها به این مسئله دقت ندارن و ایده هایی که میدن صرفا میگن که پرتو پروتونی رو ما مثلا با حالا یه کاری باهاش بکنیم، ولی در واقع ما با پرتو پروتونی کاری نداریم، ما از نتیجه اون استفاده خواهیم کرد. ولی شما مجاز هستین که یک جسم هدف ثانویه در محل دوم قرار بدین و این با نظر شماست که حالا یه بخشی از اون رو انتخاب کنین و یا از مگنت دو قطبی ثانویه در ادامه مسیر استفاده کنین یا نه. اینها در محلی خواهند بود که شما میتونید آزمایشتون رو اونجا انجام بدیم. پس شما میتونید جسم هدف رو انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که از کدوم ذره میخواید استفاده کنید. برای اینکه یک ایده و تصوری هم از مرحله اصابت پرتو پروتونی با جسم هدف داشته باشیم هم یه مقدار توضیح میدیم. ما در واقع تو این مرحله دو نوع برهم کنش داریم. نوع اول برهم کنش هادرونی در واقع اصطلاحاً بهش میگن که در اون کوارک های پروتون های پرتو اولیه با کوارک های اتم های جسم هدف بر روی هم اثر متقابل میذارن و نتیجه این برهم کنش بیشتر ذرات پیون خواهد بود که تو این شکل با خطوط قرمز نشون داده شدن، ولی کانا هم میتونن از این برهم کنش نتیجه بشن. نوع دوم از برهم کنش هم اصطلاحاً الکترومگنتیک شاور بهش میگن یا دوش الکترومغناطیس، که در حقیقت وقتی اتفاق میفته که بار الکتریکی ذره تابیده شده به جسم با بار الکتریکی ذرات داخل اتم در جسم روی هم اثر متقابل بذارن و در نتیجه اون الکترون، پوزیترون و فوتون
در پرتو ثانویه خواهیم داشت، همونطور که تو شکل هم میبینید. مثالی هم میزنیم از این که چطور میتونیم به طور آگاهانه ذرات موجود داخل پرتو ثانویه و یا پرتو ثالث رو بر اساس ذرات اولیه تابیده شده انتخاب کنیم و برای مراحل بعدیمون اونو جدا کنیم. شما در ستون سمت چپ اجسام هدف متفاوت با ضخامت‌های متفاوت رو مشاهده می‌کنیم: بریلیوم، مس و تنگستن. حالا به عنوان مثال اگر برای جسم هدف 40 سانتی متر از فلز بریلیوم رو در مقابل پرتو پروتونی قرار بدیم، ذرات پیون و الکترون در پرتو ثانویه داریم. اگر فلز مس با ضخامت 40 سانتی متر استفاده کنیم، تمام الکترون ها جذب میشن، این ویژگی مس هستش، و در نهایت تنها پیون های با انرژی پایین داریم. و نهایتا اگر تنگستن با ضخامت 4 میلی متر استفاده کنیم، همه پیون ها جذب میشن و تعداد زیادی الکترون با انرژی پایین خواهیم داشت. پس بنابراین نیازی که شما به هر کدوم از ذرات در پرتو ثانویه‌تون دارین و میخواین برای آزمایشتون از اون استفاده کنین، میتونین جنس ماده هدف و ضخامت اون رو تغییر بدین. شما ابزارهایی رو در اختیار خواهید داشت، ابزارهایی که با استفاده از اونها میتونین ذرات باردار رو شناسایی کنید. علاوه بر اون میتونید شما انتقال ذرات باردار رو آشکار کنید و یا خط سیر اونها رو ردیابی و تعقیب کنید، و یا نهایتاً با ابزارهایی که در اختیار خواهید داشت میتونید انرژی ذرات دیگه باردار و غیر باردار، هر دو حالتش رو، ذرات باردار و غیر باردار خروجی از جسم هدف رو اندازه بگیریم با کالوریمتری که در اختیار خواهید داشت. حالا برای آشنایی بیشتر با ابزارهایی که در اختیار خواهید داشت، به داکیومنت هایی که در اختیارتون قرار گرفته مراجعه کنید و لینکش رو در انتهای صفحه همینجا مجددا مشاهده میکنید و ما هم در این فولدر مشترکی که با هم داریم اونجا قرار دادیم فایل ها رو. نهایتا مثالی هم میزنیم از این که با این امکانات و با این خط پرتویی که در اختیار داریم چیکار میتونیم بکنیم. شما احتمالاً راجع به رادیوتراپی یا پرتو درمانی باید شنیده باشین. رادیوتراپی شیوه برای از بین بردن بافت‌های سرطانی در بدن بیمار، یک شیوه درمانی هستش. تو این روش پرتو تابیده که معمولاً اشعه ایکس هستش موجب تخریب دی ان ای بافت سرطانی میشه و نهایتا منجر به مرگ سلول‌های این بافت. نکته مهمی که باید رعایت بشه در تو این روش باید مد نظر داشته باشن اینه که دوز مناسبی از پرتو به ناحیه مورد نظر تابیده بشه، طوری که احتمال آسیب به سلول‌های سالم بدن به حداقل برسه. پس بنابراین هدف اصلی در روش پرتو درمانی اینه که با کمترین آسیب به بافت‌های سالم بیشترین تخریب رو روی سلول‌های سرطانی داشته باشیم. حالا در حال حاضر تکنیکی برای مقابله با سلول‌های سرطانی داره ابداع شده و در حال پیشرفت هستش به نام هادرون تراپی یا درمان هادرونی که روش معالجه جدیدی هستش برای مقابله با بافت‌های سرطانی. ما حالا تو این اسلاید میخوایم این دو روش رو با هم دیگه مقایسه کنیم، ببینیم که چه تفاوت‌هایی دارن و چه مزیت‌هایی نسبت به هم دیگه. شکل مقابل روی محور عمودی شما درصد دوز نسبی اعمال شده به بافت رو میبینید و روی محور افقی عمق نفوذ پرتو مورد نظر تو بافت سلولی انسان در واحد میلیمتر رو داریم. پس میتونیم بگیم که نقطه صفر روی محور افقی در واقع میتونه سطح پوست باشه و هرچی به سمت راست میریم روی محور نقاط عمیق‌تری رو زیر پوست داریم. برای مثال نمودار ایکس ری یا پرتو ایکس رو در نظر بگیرید که در روش‌های معمول پرتو درمانی ازش استفاده میشه. از نقطه نظر ذره‌ای
ایکس ری فوتون های پر انرژی هستش، یعنی در واقع طیف موج الکترومغناطیس قرار میگیره و ذرات حامل این پرتو در واقع فوتون ها هستن، فوتون های پر انرژی. همونطور که نمودار نشون میده اشعه ایکس یا پرتوهای ایکس بیشتر انرژی خودشون رو همون اولکاری به سلول های سطحی میدن و هرچی بیشتر در بدن پیش میرن این پرتوها انرژیشون کمتر و کمتر خواهد شد. پرتو الکترونی رو هم همونطور که میبینید در کنار پرتو ایکس نقطه آغازش تقریبا از یک جا هستش، بخش عمده ای از انرژیش رو همون ابتدا از دست میده و همونطور که تو شکل میبینید تو عمق حدودا 20 سانتی متر زیر پوست تقریبا پرتو الکترونی دیگه بی اثر خواهد بود. پس نتیجه میگیریم که با پرتوهای ایکس میتونیم با بافتهای سرطانی که تو عمق کمی از زیر پوست قرار گرفتن مقابله کنیم، ولی استفاده از اون برای بافتهایی که در عمقهای بیشتری هستن کارآمد نخواهد بود یا حداقل احتمال آسیب به سلولهای سطحی رو بالا خواهد بود، به خاطر اینکه باید دوز اعمال شده رو افزایش بدیم برای تاثیر در عمقهای بیشتر. حالا نمودار پروتون و یا کربن رو ملاحظه کنید که بسیار متفاوت هستش به عنوان پرتوهای با ذرات متفاوت. در ابتدا تا عمق 15 سانتی متر تاثیر ناچیزی روی سلول ها دارن، ولی در یک آن پیکی از انرژی انتقالی به سلول ها رو میبینیم، یعنی تمام انرژی این ذرات در نقطه خاص به سلول ها تحویل داده خواهد شد که در واقع این نقطه باید کنترل بشه بسته به انرژی اولیه ذره ورودی. پس همونطور که ما میخواستیم اینجا مزیت اساسی استفاده از این ذرات اینه که به طور کارآمد اونها انرژی بسیار بالایی برای مقابله با سلول های سرطانی دارن در عمق بدن، در حالی که مزیت دیگرشون اینه که در واقع عدم آسیب به سلول ها و بافت های سالم در مناطق سطحی بدن و یا جلوتر از سلول های سرطانی مزیت دیگرشون هستش. پس این تکنیک بسیار بهتره و در حال حاضر هم در حال پیشرفت هستش. پس این میتونه نمونه یک طرح پیشنهادی باشه برای مثلا ببینیم که آیا میتونیم محل این پیک رو پیدا کنیم. در واقع باید اون فاصله ای رو که حالا اون دستگاه پردازامون با پوست داره رو کنترل کنیم تا این پیک دقیقاً بر روی بافت سرطانی بیفته. میتونیم برای برای شبیه سازی بافت سلول های بدن انسان هم به طور ساده از یک ظرف محتوی آب استفاده کنیم، چون همونطور که میدونید بخش اعظمی از بافت بدن انسان از آب تشکیل شده. پس این نمونه‌ای بود از یک پروپوزال یا طرح پیشنهادی که ما میتونیم برای یک استفاده عملی در واقع بنویسیم. اهدافی که از پروژه دنبال میشه اینه که در ابتدا دانش آموزا از یک کار تحقیقاتی و گروهی در کنار هم لذت ببرند و از نظر علمی راجع به پرتوها یاد بگیرند و اینکه پرتوها چطور با ماده اثر متقابل دارند و نهایتا اینکه سرن این شانس رو به دانش آموزا میده تا با بزرگترین آزمایشگاه فیزیک ذرات بنیادی جهان تعامل داشته باشند. از نظر شرایط پذیرش طرح‌ها هم چند تا معیار خواهد بود برای داوری طرح‌ها. اینکه شما معیار خلاقیت رو در طرح‌هاتون رعایت کرده باشین، طرح‌هاتون رو خلاقانه نوشته باشین و اینکه طرح‌های شما امکان عملی داشته باشه. طرح‌هایی که عملی نباشن سادگی رد میشن از طرف داورا، یعنی نشه با امکاناتی که در اختیار دانش آموز قرار میگیره اون طرح عملی بشه و اجرا بشه. و نهایتا اینکه شما باید بتونید یک شیوه علمی رو در طرحاتون نشون بدین که از 3 مرحله تشکیل میشه. در ابتدا یک فرضیه میدین و بعد یک راهی برای آزمایش این فرضیه پیشنهاد میکنیم که آزمایش کنیم فرضیه رو و در نهایت باید یه سری دیتا و داده داشته باشیم تا بتونیم اونها رو آنالیز کنیم
و پی ببریم به اینکه آیا فرضیه‌مون در ابتدا درست بوده یا نه، که در هر دو صورت هم یک در واقع موفقیت علمی حاصل میشه. این بود یک شرح مختصری بر رقابت یک خط پرتو برای مدارس و یک مقدمه مختصر بر فیزیک ذرات بنیادی. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو ببرید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.